اگر من آواز خود را در ریاست جمهور مانم، تمام مسلمان ها یه شانی تا از تا فریاد بکنم، آواز به خط بزنن. لیکن در عوضی او یا دموکرات یا رستخیز یا بینماز یا کمونیست باشد، او تاز دوان در صدا میبراید. چی عجیب است. دیپوتات کرید که کلوش من میبرد، شکر من میتید. بیا که شکر تون میتید. اینا پایلش هستن شما، بیا کلوش من میتید. چی بی سوادی، بسیار عجیب است. به نام خدا دل من کباب است در حال شما مردم. از این مهاجرت من دل کباب نیستم، شکر میکنم، افتخار دارم، افتخار، الحمدلله افتخار دارم. یعنی این کودک کار که میبینم دیگری من دلی من ریش بشود، جگری من ریش. من هم خیلی فرزند داشتم، لیکن به خاطر خدا، به خاطر فرمان نهضت اسلامی از شما پیش 2 ماه 3 ماه 4 من 11 ماه شد، به فرمان نهضت اسلامی، به فرمان شخصا سید عبدالله نوری به من مکتوب نوشته بود به تمام دنیا، من به کار برآمده بودم. از دنباله من نوشتن در دومی من دراز کردن مثل روبه و گفتن ایشان فریاد میکشید، ناله میزد، های بتاف، امروز گریخته است. او گوینده رویش سیاه، من نگریختم. امروز در افغانستان هر جایی که میبینید اونجا جای مشق و جایی که کارها و جای استفاده ما و شما است، انمی بنده برادری شما او را تهیه کردگی است. در همه شعبه ها پول ها تقسیم میشود، این همی بیچاره، همی گریختگی آدم برای شما گدایی میکند. سردار گداها منم. در هر مسجد و مدرسه، در هر مملکت رفتم سخنرانی کردم، کوشش کردم گریه کنمشان. اگر گریه نکنم خودم گریه میکنم، خودم گریه کردم مرده گریه میکنم. کو گریه نکنن؟ مسلمان باشی چرا گریه نکنی؟